الرحمن الرحیم. خب در این جلسه ما میتونیم بل اضافه کنیم. در صورتی میتونیم بل اضافه کنیم که فروشات داشته باشیم. از امروز باید فروش داشته باشیم. امروز 23 دلو است. ببینید 23 دلو اینجاست. ما دو تا فروش تا 23 دلو اضافه کردم قبلا. شما در صورتی که فروش امروز نداشته باشین بل نمیتونین چاپ کنین، یعنی به این معنا که بل هر روز باید در خود همون روز چاپ شود. ما از 2 روز گذشته باز از سیستم بل چاپ کردن نمیتونیم. بل جدید میزنیم، بعد اینجا میاییم در قسمت بل. ببینین این قسم یک چیز گزینه باز میشه. شما در این گزینه فعلا کار ندارین، فقط پیش میرین، خودش کل چیز تنظیم میکنه. جنس فروخته شده برای مشتری رو انتخاب کنید. اینجا میتونیم 100 تا جنس داشته باشیم امروز. یکی از اونها را که میخوایم چاپ کنیم انتخاب میکنیم. مثلا اینه ذخیره میزنیم، بعد منتظر میمونیم. وقتی ذخیره زدیم ببینید گزینه‌های دیگه هم میاد. مبلغ رسید شده، یادداشت، باقیات گذشته، اینا کل چیز اینجا ظاهر میشه. اینجا ببینید این بل از اینجا شروع میشه. اسم مشتری، اسم شرکت، مسلسل، شماره مسلسل یعنی تاریخ، شماره، تفصیلات، هزینه، فیات، اینا، تعداد خدمات، مجموعی هزینه، رسید و باقی. اینا از معلومات مختصر. حال چی کار میکنیم؟ یک جنس دیگه هم اضافه میکنیم. بنر فرانت لایت ذخیره میزنیم. دقت کنید شما اینجا 2 تا اضافه شد. میتونیم 10 تا دیگه هم اضافه کنیم. باشه هر چقدر باشه میتونیم اضافه کرده بریم. مثلا یک نفر 2 چیز، 3 چیز، 4 5 6 7 هر چیز گرفته اون رو در فروش رساندیم. بعد از فروش اینجا میرسانیم دبل که رساندیم چاپ میشه. این حالا ببینین مجموعی هزینه ازی فعلا شده 900 افغانی. صحیح؟ 900 افغانی، 450 900 شده. این حالا ما براش یک مبلغ رسید میزنیم. مثلا چقدر؟ 800 افغانی. 800 افغانی رسید میزنیم و ذخیره میکنیم. این حال ببینیم مجموع هزینه 900، رسید 800، باقی 100 افغانی. دیگه گزینه هم رفت. گزینه چاپ هم میزنیم. گزینه چاپ که زدیم به این شکل بل چاپ میشه. البته دقت داشته باشین در اینجا میتونین شما سایز انتخاب بکنین. بیاین اینجا پیپر را A5 انتخاب کنین و مارجین را نن انتخاب کنین. مارجین نن باید باشه. بعد از اون میتونین گزینه پرنت بزنین، از پرنتر تا مستقیم پرنت میکنه. به این شکل شما میتونین بل را تنظیم بکنین.